اولین جلسه آدوبی ایلیستریتور خوش اومدید. تو این جلسه میخوام در مورد آدوبی ایلیستریتور با هم صحبت بکنیم. خیلی ها میپرسن فرق آدوبی ایلیستریتور با فرق آدوبی فوتوشاپ چی هست. من باید تو این قسمت به شما بگم که فرق آدوبی ایلیستریتور با فوتوشاپ اینه که اونایی که گرافیک کار میکنن یا عکاسی کار میکنن با آدوبی ایلیستریتور کار میکنن و اونایی که دیزاینر هستن یا لوگو دیزاین میکنن یا طراحن، مثلا طرح لوگویی رو میدن یا طرح لباسی رو میدن یا طرح مثلا چجوری بگم بهتون نقاشی رو میکنن، با این انجام میدن. فرق اینا حالا از نظر اونی که کامپیوتر میدونه چیه؟ اگر نگاه بکنید توی آدوبی ایلیستریتور که الان من پنجره رو باز کردم، بدون اینکه کاری با چیزی داشته باشیم، الان دو تا اینجا ما چیز داریم، دیزاین داریم. اگر نگاه بکنید دیزاین سمت چپی و راستی با هم اگر نگاه بکنید هیچ فرقی الان نداره، ولی ما توی آدوبی ایلیستریتور اگر توی چیز ببینید، توی ویکیپدیا ببینید، این تعریفشه. حالا من لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم شما ببینید. آدوبی ایلیستریتور، حالا من با این تعریف کاری ندارم، با وکتور کار میکنه، با وکتور گرافیک است. خیلی ها با برنامه‌ای مثل PDF رو باز میکنن و باش کار میکنن. PDF برنامه وکتور هست. ورد که مثلا باش کار میکنید، مایکروسافت ورد برنامه وکتور هست. وکتور کیفیتش از بیت مپ بیشتره. بیت مپ، نرم افزاری که بخواید با بیت مپ کار بکنید، عکسایی که شما همه رو میگید بیت مپ هست. بیت مپ بر اساس پیکسل هست، پیکسل ریت هست، ولی وکتور عکسی هستش که شما هر چقدر زومش بکنید کیفیتش از بین نمیره. وکتور گرافیک خیلی کیفیتش بهتر از بیت مپه، ولی خب عکسایی که ما میگیریم پیکسلی هست. مثلا میبینید دوربینی که میخرید 4 مگاپیکسل، 5 مگاپیکسل، 10 مگاپیکسل، هرچی مگاپیکسلش بیشتر باشه کیفیتش بهتره، چون تعداد مگاپیکسلاش بر اساس اینچ نزدیکتره و به خاطر اون کیفیتش بهتره. ولی چی میشد اگه یه دوربین داشتیم که وکتور بیس بود، که این فعلا مقدور نیست. خب نرم افزاری که با بیت مپ کار میکنه یا راستر هم بهش میگن، آدوبی فوتوشاپ CC یا آدوبی فوتوشاپ هست، و نرم افزاری که با وکتور کار میکنه ایلیستریتور CC هست. من طراح نیستم، ولی خب بیسیک های این نرم افزار رو به شما یاد میدم. این عکس سمت چپی بیت مپ هست و عکس سمت راستی وکتور هست. فرقش چیه؟ الان زوم میکنم ببینید. نگاه بکنید وقتی که من میخوام زوم بکنم این رو، نگاه بکنید سمت چپیه با سمت راستیه. بذارید من دست رو بگیرم و بیارمش این ور، یه مقداری زوم اوتش بکنم فعلا. خب اگر من این دست رو بگیرم و ببرمش این ور و ور، نگاه بکنید این وکتور هست سمت چپیه. اگر من زوم اوت کنم نگاه بکنید این وکتور هست، یعنی وکتور کیفیتش، نگاه بکنید گوشه‌هاش هیچ تغییری نمیکنه. هر چقدر زوم بکنم من بازم تغییر نمیکنه. هر چقدر میخواید اصلا دیگه بیشتر از این زوم نمیشه، یعنی کیفیتش همونجوری باقی میمونه. حالا سمت چپی رو نگاه بکنید این بیت مپ هست. نگاه بکنید حالا هر چقدر من زوم میکنمش کیفیتش بدتر میشه. میبینید اینا پیکسل، هر دونه از اینا بهش میگن 1 پیکسل، 2 پیکسل، 3 پیکسل، 4 پیکسل، و این پیکسل ها از دور که نگاه میکنید هر چقدر به هم نزدیکتر که میشن، وقتی دور میریم کیفیت بهتر میشه، ولی عکس سمت چپیه وکتور است. خب ما یه همچین چیزایی رو تو ایلستریتور میسازیم. این از جلسه اول. جلسه دوم دیگه شروع بکنیم کار بکنیم باشه.